اسماعیل محمدزویر نبیره کلونی پرزیدنت توجیکستان امامعلی رحمان طبابت یک کودک 13 ساله مریض از استرافشان را به عهده گرفته است. در این باره با نشر یک ویدیو در گروه فیسبوکی ما توجیکستانیم خدیجه بازار و خبر داد. در این ویدیو بیبی کودک مریض قصه میکند که چگونه برای طبابت نبیرش در بدر اداره های گوناگون دویده و در نهایت اسماعیل محمدزویر به کمک آنها رسید. اسماعیل به آنها گفت است که تمام خراجات طبابت این کودک را به دوش میگیرد. در ویدیو دیده می شود که بیبی کودک اشک در چشم دست به دعا کشیده برای اسماعیل محمدزویر دور و دراز دعای خیر می دهد. این بار اول نیست که اسم اسماعیل نبیره 21 ساله پرزیدنت برای عملهای خیرش ورد زبان ها می شود. ماه سپتامبر گزارش شده بود که او به محرمه اوچلووا و دختر او در یکی از کوچه های مرکزی شهر ترسونزاده خانه نوساخت تحفه کرده است. محرمه اوچلووا قبلا شکایت کرده بود که در یک شرایط خیلی سخت در فرم زندگی می کند. باور کنید وقت‌های می شود که 3-4 روز نانی خوردنی نیافته گشنه و تشنه می شینیم. من به همش طاقت می کنم ولی دیگر تاب برداشتن سخنهای تلخ صاحبان فرم را ندارم. آنها من یک زن قریب 60 ساله را دشنام‌های قبیح می دهند. خودم و حتی مادر رحمتیم را حقارت می کنند. بی کفن، بی وطن و بی صاحب گفته تحقیر می نمایند. زور گریه کرده قصه می کرد محرمه اوچلووا. اسماعیل محمدزویر 21 سال داشته، فرزند فیروزه رحمان و دختر کلونی پرزیدنت و داماد کلونیش محمدزویر صاحبوف می باشد. اسماعیل قبلا هم با اشتراک فعالانش در کارهای خیر و دستگیری ورزشگران و هنرمندان نام برآورده بود.